سلام دوستان، به قسمت دوم آموزش ماتریکس خوش آمدید. جلسه قبلی با هم دیگه در مورد نرم افزار صحبت کردیم، تمرین دادم و امیدوارم که تمرینتون رو انجام داده باشید به نحو احسن و اگه که سوالی هم براتون پیش اومد شما توی کامنت ها محبت میکنید میپرسید، من در آینده براش ویدیو میسازم. اوکی؟ اینجوری سوالا رو قرار نیست شخص به شخص جواب بدین. در واقع سوالی که برای شما پیش اومد توی کامنت میپرسی، اگه اون سوال به زیاد تکرار بشه ما براش ویدیو میسازیم که یه جورایی اینا فرنده پروسه آموزشمون توی این مرحله که هستیم کامل بشه. خب پس نرم افزار ماتریکس تا همین الان قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی حتما باز کن رو سیستمت، چون میخوام تک به تک تمرینایی که بهت میدم اگه جای نیاز شد بهت بگم آقا همین الان ویدیو رو پازش کن، برو تو نرم افزار انجام بده، دوباره برگرد. اوکی؟ میخوام اینجوری با هم دیگه پیش بریم که چون اگه صادقانه بخوام بگم فرایند یادگیری ماتریکس اونم توی مرحله مقدماتش برای من، نمیدونم شاید برای شما متفاوت باشه، برای من تو اون تایم که یاد میگرفتم خسته کننده بود. قضیه مال چندین سال پیشه و حالا خاطرات جالبی هم ازش ندارم، اما میخوام این مشکل برای شما پیش نیاد و از اون طرف یادگیریتون عمیق‌تر بشه. اوکی؟ پس توصیه میکنم همین الان ویدیو رو پازش کنی، بری ماتریکس تا بیاری بالا و زمانی که ماتریکس دقیقا همین صفحه که جلو منه روی لپتاپ شما باز شد، بعد بیا ادامه ویدیو رو ببینی، گام به گام با هم دیگه پیش میریم. یه جایی بهت میگم آقا برو فلان تمرین انجام بده. اوکی؟ پس اینم روی قسمت بعدی. حالا میخوایم آروم آروم با هم دیگه پیش بریم، یکم ارتباط بیشتری با این نرم افزار بگیریم. یه سری قانون میذارم تو طول دوره که این قانونا باعث میشه که تو یادگیریت خیلی بهتر بشه. قانون اولی که الان اینجا میذارم اینه که اگه یه جایی نفهمیدی اصلا نترسی. ما بارها تو طول این دوره از قسمت‌های مختلف از دستورهای مختلف استفاده میکنیم و خود به خود یاد میگیری، یعنی اصلا وارد ناخودآگاهت میشه. یعنی اگه مثلا من فلان دستور رو توضیح دادم تو یاد نگرفتی نترسی، هیچ مثلا مثل چه میدونم مثلا حالا من رشتم ریاضی بوده، تو دبیرستان اگه مثلا مشتق و همون اول کار قسمت اصلی یاد نمیگرفتی دیگه تا آخر نمیفهمیدی. اوکی؟ ولی ماتریکس این مدلی نیست. ماتریکس یه فرآیندی که آقا همیشه باید در حال یادگیری باشیم. خب اون کسی که چه میدونم 20 سال هم هست سابقه کار با ماتریکس داره، حالا اصلا نمیدونم 20 سال هست این نرم افزار اومده یا نه، ولی اون کسی که در این حدم با این ماتریکس کار کرده اونم مدام داره چیزای مختلف یاد میگیره و اصلا صفر و یکی نیست. اصلا قشنگی نرم افزارم به نظرم همینه. اوکی، با این مقدمه وارد آموزش ماتریکس میشیم. توی قسمت اول توی قسمت اول ببین زمانی که وارد نرم افزار میشه اینکه اصلا هیستوری که هیچی نیست. این قسمت بالاییه عملا اون دستور آخری که شما انجام دادین مثلا براتون میاره که هیچی نیست، هیچ کاری هم ما باش نداریم. اینجا یه سری بخش مختلفی داره. ببین الان کلی دستور مختلف اینجا هست. بعد این گزینه که الان من دارم، ببین موس کجاست؟ خب رفتم رنگ موسم براتون تغییر دادم که کاملا واضح باشه اون چیزایی که میگم. ببین الان موس من کجاست؟ زمانی که بزنم روی این قسمت میبینید که مثلا بخش‌های مختلف هم داره. اوکی؟ و حالا مثلا طبقه بندی مختلف داره. بازم میگم اینا اصلا خیلی از این دستورایی که الان داری میبینی ولی خیلیش اصلا استفاده نمیشه. این اصلا خیلیاش چیزی نیست که بگیم حالا اگه یاد نگیریم چی میشه و فلان. یکی اینا رو یاد بگین ببینیم اصلا هر کدومش به چه دردمون میخوره. اولین گزینه که اینجا هست گزینه پلی لاینه. اوکی؟ پلی لاینه که اصلا روش کلیک کنی یه بار یه سری حالا قسمت‌های مختلف برات باز میشه. ولی ببین مثلا الان اینجا بهت میگه که آقا استارت پلی لاین. الان مثلا من روی یه قسمت از الان توی نمای لوکینگ داونی،
مثلا روی یه قسمت من کلیک میکنم، بعد اینجوری میام، ببین یه خط استارتش رو برام کشید، بعد دوباره یه کلیک دیگه میکنم، بعد میام پایین تر، مثلا این مثلا خط شکسته است. اوکی، الان مثلا من اینجوری میام یکی اینا رو انتخاب میکنم و یه خط اینجوری تونستم بکشم. خیلی خیلی ساده. توی پرسپکتیو هم که نگاه کنیم اینجوریه. پس خیلی راحت، خیلی ساده تونستیم یه خط خوشگل بکشیم، رنگش هم سبز کنم که بهتر پیدا باشه. این خطه یه جورایی به درد کجا میخوره؟ جایی که نیاز داریم به خط شکسته. تو پروژه دوباره اینا رو مرور میکنیم، مثلا میگم آقا مثلا اینجا من از پلیلاین استفاده میکنم، اینجا از فلان کرو استفاده میکنم. پس جای نگرانی نیست. بزنیم گزینه‌اش چیه. الان من استارت که بزنم، ببین مثلا اینا رو واقعا تا الان این همه سال من با ماتریکس کار کردم، هیچ کدوم از این گزینه‌های این قسمت بالا نیاز نشده. خب و نیازی هم نیست شما یاد بگیرید، ولی یکیش به درد میخوره. بذار بگم اونا. یه گزینه داره به اسم آندو. ببین این گزینه آخری است که الان موضوع گرفتم روش. شما مثلا فکر کن من اینجا اومدم انتخاب کردم و مثلا یه دونه خط اشتباه گذاشتم، یه دونه نقطه رو اشتباه گذاشتم. این آندو رو که بزنم این نقطه آخری رو برام پاک میکنه. دوباره یه بار دیگه آندو رو بزنم این نقطه قبلی رو برام پاک میکنه. اوکی، همینش به درد میخوره، بقیه‌اش هیچ چیز خاص دیگه ای نداره. و اینم بگم شما زمانی که توی دستور وارد شدی، مثلا آقا من این دستور رو وارد شدم، دارم خطامو میکشم، بعد یه جای دیگه میخوام دیگه، آقا مثلا خط آخرام کشیدم دیگه، میخوام از دستور بیام بیرون، یه بار کلیک راست میکنی. اوکی، پس این کلیک راستم یادت نره. من الان مثلا این نقطه آخری رو میذارم، الان دیگه میخوام از دستور خارج بشم، دیگه همه خطامو کشیدم، یه بار کلیک راست میکنم. همین الان ویدیو رو پاوز میکنی، میری توی ماتریکس خودت انجام میدی تا زمانی که این فرایند پلیلاین رو کامل انجام ندادی. یعنی بذار بهت بگم دقیقاً چیکار میکنی. آقا میای یه خط اینجوری میکشی، همینجوری شکسته، بعدش هم که حالا یه بار کلیک راست میکنی از توی دستور خارج میشی که قشنگ متوجه بشی، چند بار این کار انجام بده. در کنارش دوباره یه بار دیگه هم میاد، دوباره مثلا لاین میکشی، بعد مثلا از این آندو هم یه بار استفاده کن که ببینی آقا خطا رو چجوری خوشگل پاک میکنه. اوکی، همین. برو اینو انجام بده، برگرد. اوکی، حالا که انجام دادی، من اینا رو حالت پاکش کنم، بذار بذارمش یه گوشه. اوکی، حالا ما میخوایم این خطامون رو ببریم مثلا یه سمت دیگه. چیکار کنیم که این وسط کار نباشه؟ اینجا باید از گامبال استفاده کنیم. الان ببین مثلا روی نرم افزار من هر چی انتخاب میکنم مثلا اینا خطا فقط رنگی میشن، هیچ فلشی چیزی نمیاد که من بخوام اینا رو تکونشون بدم. حالا حرکتی که باید بزنم اینجا چیه؟ اینه که آقا این خطامو انتخاب میکنم و میام روی این گزینه اول. ببین که بهت میگم یکی یکی این قسمت ها رو باش دونه به دونش رو کار داریم و یاد میگیری، تو پروسه بارها بهش برمیخوریم. اینه ها. الان آقا میام اینجا این گزینه رو میزنیم و ببین الان یه فلش برای من اینجا اومد. حالا فلش هم توی هر کدوم از زاویه ها یه رنگه، مثلا اینجا آبی و قرمزه، اینجا قرمز و زرده، اینجا آبی و زرده، چون از نمای مختلف داره نشون میده. اینجا هم که هر ستاش هست. من از نمای لوکینگ داون رو میگیرم، آروم میبرمش یه گوشه و بعدش توی نقطه کلیک چپ میکنم. توی نقطه آقا فضای خالی کلیک چپ میکنم. اوکی شد دیگه. آقا اونا هم کاملا از دستور خارج شدن. این وسط کار منم خالی شده. الان میتونم خطای مختلف اینجا باش بکشم. خط بعدی هم لاینه. من فقط چیزایی میگم که آقا به دردتون بخوره. این لاینم همون خط قبلیه، یعنی دستور با هم دیگه هم پوشان دارن. توی این لاین قبلی مثلا شما می اومدید یه خطی میکشیدید که چند تا ضلع مختلف داره، این لاین یه دونه تک ضلع میکشه، اساسا نیازی به یاد گرفتنش هم نیست. یه دونه تک ضلع که بکشی خود به خود از دستور خارج میشه، دیگه نیاز نیست شما کلیک راست کنید. همین. نمیخوام الکی ذهنتون با چیزایی پر بشه که به درتون نمیخوره. این گزینه ها
فقط اونایی باید بگم براتون که به دردتون میخوره. اوکی. حالا گزینه بعدی این گزینه که اسمش هم اینترپولیت کروه. خب گزینه بعدی روش کلیک میکنیم. ببین الان سومی هم. این گزینه چیکار میکنه؟ ببین خطی که شما میکشی میاد یه جورایی از نقطه هایی که شما روش کلیک کردی قبلی چه جوری بود؟ قبلی خط شکسته بود، اینجا خط تا نرمه. این خیلی به دردمون میخوره. جلوتر بهت میگم. حالا این دستور در کنار یکی از دستور دیگه، اینا خیلی پرکاربرده. خط نرم میکشه. بذار قبلش یه حرکت دیگه بزنیم. توی این قسمت بالایی که دارم با موس نشون میدم، ببین نوشته کامند. منتظره که ما رو کیبورد یه چیزی تایپ کنیم، بهش هم میگم کامند بار این قسمت رو، و اون دستور رو مثلا برای ما اجرا کنه. الان مثلا من میام اینجا تیو میزنم، تولبار رو تایپ میکنم، از این لیست تولبار رو انتخاب میکنم. خب دوستان، من یه قسمتی ما بهش نیاز داریم توی این مرحله و اونم اینه که تولبار برامون اوکی باشه. بعد اصلا تا الان خیلی هم خوب شد، به نظر این مشکل پیش اومد. تا الان پیش نیومده که مثلا ما بیام این تولبار اینجا تایپ کنم و اینجا گزینه دیفالت نباشه. خب اینا الان برام پیش اومد، رفتم اینجوری حلش کردم. براتون گام به گام میگم، چون این قسمت به نظرم قسمت مهمیه. الان سومین نوع خط رو میخوام بگم و میخوام تو ذهنتون دسته‌بندی درستی از خط داشته باشیم. یه جورایی من الان اینا رو بیام از اینجوری ردیفی برای شما بگم، هم خسته میشید، هم گیج کننده میشه، هم هیچ کاربردی براتون نداره. ولی اینجوری که بهتون میگم کاملا کاربردیه، تو ذهنتونم میشینه. همین الان میرید تمرینش انجام میدید. اوکی؟ خب حالا تو اولین گام میاد تولبار رو تایپ میکنی. روی این تولبار رو تایپ میکنی، روی همین گزینه اول میزنی. خب زمانی که وارد این قسمت تولبار شدی، ببین در موس من کجاست؟ این تولبار، رو خود تولبار که بزنی وارد این قسمت میشی. 99% مال شما این گزینه دیفالت که الان دارم با موس نشون میدم، اینا پیش‌فرض روی ماتریکستون هست. اوکی؟ اگه 1% مثل اتفاق عجیبی که الان برای من افتاد اینو نداشتین، من فایلش رو توی کانال تلگرام، توی تلگرام میذارم براتون و از اونجا میتونید دانلودش کنید. از اونجا میتونید داشته باشیدش. مثلا بتونم میگم حالا روش کارش چیه و فلان اینا دیگه لیزر داستان میشه، ولی مشکل نداره. پس اینم تا اینجای کار. اوکی؟ حالا روی این دیفالت میزنید. تقریبا برای اکثریت اصلا من تا برام پیش نیومده که نباشه. حالا یه بار پیش اومده، مشکل خاصی هم نیست. بریم برای گزینه‌هاش. ببین ما الان توی این منو یه سری گزینه‌ها رو باید تیکش رو بزنیم. اوکی؟ مین 1 میخوام، مین 2 رو میخوام. ببین هر چی دارم میذارم این گوشه داره به این قسمت اضافه میشه. مین 1 میخوام، مین 2 رو میخوام و چیزی که دیگه به دردمون میخوره گزینه سلکته. سلکت هم برامون این بالا اومد. اوکی؟ همینا رو میخوایم. هیچ چیز بیشتری هم نمیخوایم. اگه مثلا ماتریکس شما شاید این گزینه‌هاش با من متفاوت باشه. ببین شاید پک سلکت کامل داشته باشه. حالا یکی از این گزینه‌ها فعاله، اگه گزینه دیگه فعال بود اونها اصلا غیر فعالش کن. ما همین سه تا گزینه باید تو کل این ماتریکسمون همین سه تا گزینه فعال باشه دیگه. اوکیه. بعد رو گزینه اوکی میزنی و تمام. ماتریکستون این شکلی میشه. 2 تا منو اینجا داریم، این 2 تا ستون اینجا، یه دونه ستون هم این بالا داریم. کاملا آماده است برای اینکه همه اون چیزی که میخوایم دم دستمونه. این اصل کار اینه. خط قبلیامون چی بود؟ خط قبلیامون یکی شکسته بود که این خط میشه. ببین اصلا دم دسترس تر هم هست. تا بیا مثلا ممکنه شما مثلا توی این منو ستینگ باشی، بعد مثلا ما باید کلا به عنوان طراح دستمون فرز باشه. اوکی؟ بعد کارامون رو سعی کنیم تو سریع ترین تایم ممکن انجام بدیم و این باعث میشه که تو زمانمون خیلی صرفه جویی بشه. یه جورایی باید سعی کنیم که کارمون تو حداقل تایم ممکن انجام بشه. مثلا من از این منو ستینگ بیام برم تو گزینه کر، بعد مثلا این قسمت نباشه بیام پیداش کنم و فلان، خودش یکی یکی رو این گزینه ها بزنم و اینا خودش زمان بره دیگه. اوکی؟
حالا اینجا همه چی دم دسترسمونه. من با این مثلا میخوام این خط شکسته رو انتخاب کنم، میام اینجوری راحت پلی لاین میزنم. خواستم اون خطی که بهتون تو این جلسه توی دقایق قبل آموزش دادم، اون خط این بود دیگه، اینجوری میومد خط خمیدهه، اینو میکشید. اینم نوع دوم بود. حالا یه مدل سوم میخوایم بریم و مدل سوم اینه. مدل سوم اینه. چه فرقی داره با این؟ ببین الان اینو من میزنم، بعد اینجوری میاد، ببین نقطه اون بالاستا، اوکی، ببین نقطه کجاست، ولی خطم داره از یه جای دیگه اینو خمیده میشه. ببین الان اینجوری این دست، این خیلی به درد میخوره، فوق العاده کاربردیه، بهتون میگم چه جاهایی به درد میخوره. یه بار دیگه مرور کنیم برای اینکه آقا متوجه بشیم اصلا هر کدوم از این سه تا خطی که گفتم کجا هست. خط اول توی این منوی که اینجا بود، این قسمت پلی لاین. توی این قسمتی که من بهتون معرفی کردم برای اینکه کارتون ساده باشه، دم دسترس باشه، اینجاست. میای میزنی، خط شکسته به تحویل میده. خط تا قشنگ مثلا نقطه‌هاشو میکشی هر تعداد که خواستی و آخرش یه دونه کلیک راست کلیک کنی از دستور خارج میشه. همین. قسمت دوم که براتون گفتم این خطش این شکلیه. یا اصلا رو شکلش یه ذره دقت کنی. ببین قسمت دوم نقطه ها رو خود خطن، میبینی؟ یعنی شما هر کلیکی بکنی خط از اون نقطه تو فاصله نمیگیره، ولی تو مدل بعدی که قسمت سوم گفتم نقطه ها بیرون از خطن. متوجه میشی؟ اینا فرق داره با هم دیگه و بعداً اثرگذار میشه تو طراحی ما. یه جاهایی ما نیاز داریم به این مدل، یه جایی نیاز داریم به این مدل. مدل دومو دارم براتون میگم، میخوام طبقه بندی ذهنت حفظ بشه. میاد توی این قسمت خیلی راحت خط میکش، ببین نقطه ها رو خطن، میبینی نقطه ها کجا؟ دقیقاً رو خط قرار گرفتن. و مدل سوم کافیه رو همین قسمت. اصلا مدل دوم از کجا آوردم؟ یه مثلث این کوچولو این گوشه هست، روی مثلث کوچولویی که بزنی میای و این گزینه رو انتخاب میکنی، گزینه دومی. اوکی، این مدل دومه. ببین نقطه ها روی خطه. و مدل سوم دیگه اصلا نیاز به اون مثلث کوچیک هم نیست، روی همین که بزنی مدل سوم برات میاره. ببین نقطه ها رو میبینی کجاست؟ داره از خط فاصله میگیره. فرقش همینه. اوکی، این هم مدل سومه. همین سه تا مدل رو میری همین الان تمرین میکنی و باهاشون آشنا میشی. جاهاشو دیگه برات گفتم، اگه جاهاشو یادت رفت میری یه بار دیگه از اول گوش میکنی ویدیو رو. و همین به نظرم شما همین کروا توی این جلسه یاد بگیری، کروای بازو، خط بازو یاد بگیری، اوکیه. تو جلسه بعدی سعی میکنیم حالا مباحث مختلف دیگه ای رو بگیم، ولی اینجا پایه و اساسمون الان اینه، باید اینو یاد بگیری. برو تمرین کن، اقلا 20 دقیقه الی نیم ساعت برای زمان بذار، این کروای مختلف خودت بکش، بعد ببین نقطه ها کجاست، ببین چه فرقی با هم دیگه دارن، از دستور خارج شو. مثلا آقا این دستور من الان شروع میکنم بکشیدن با این، بعد یک کلیک راست میکنم از دستور خارج میشم. اوکی، اینا رو با هم دیگه قشنگ خوب تو ذهنت جا بنداز و بعدش که اوکی شدی با این قضیه، راحت شدی و تونستی قشنگ باش ارتباط برقرار کنی، یا جلسه بعدی رو ببین. بهترین رو براتون آرزو میکنم. به جلسه بعدی، خدا نگهدار.